همونطور که در کتاب 10 راز قول دادم میخوام بحث سایه رو براتون توضیح بدم. دمی فورد در کتاب نیمه تاریک وجود به این موضوع پرداخته. یه سوال ازتون میپرسم. انسان کامل یعنی چی؟ اولین چیزی که تو ذهن هر کدوم از شما میاد یه آدمیه با صفات بسیار خوب بدون ذره‌ای بدی در وجودش. اما آیا این آدم میتونه کامل باشه؟ انسان کامل یعنی کسی که تمام صفات رو داره اما در تعادل. حالا میخوام به شما بگم که حتی در مورد صفات اخلاقی هم نباید داوری کنید و به اونها برچسب خوب یا بد بزنید. مثلا همه ما مهربونی رو صفت خوبی میدونیم، اما محبت بیش از حد چی؟ اون صفاتی رو که بد میدونیم تبدیل به سایه های ما میشن. یعنی یا به شدت اونها رو در خودمون انکار یا سرکوب میکنیم. وقتی بچه بودیم یاد گرفتیم برای اینکه به اصطلاح بزرگترها از ما راضی باشن بخشی از وجود خودمون رو قفل کنیم. مثلا اگه در کودکی به خواهر یا برادرمون حسودی کردیم به ما گفتن که حسودی کار بدیه و ما سعی کردیم این صفت رو کاملا در خودمون انکار یا سرکوب کنیم. اما آیا واقعا حسودی صفت بدیه؟ حسادت اگه در تعادل باشه نیروی محرکی موتور پیشرفت ماست و اگر این صفت نبود هنوز ما توی غار داشتیم زندگی می‌کردیم. وقتی مثلا نفرت رو در خودمون دفن می‌کنیم همزمان عشق رو هم دفن می‌کنیم تا هیچ وقت عاشق کسی نشیم که اگه اون آدم رفت ازش متنفر بشیم. یعنی اگر صفت بدی در شما هست صفت خوب متضادش هم در شما وجود داره. جهان درونتون رو به شکل کاخی با اتاق‌های بیشمار تصور کنید که به دلایلی مثل پذیرش دیگران، نبود اتاق مشابه در کاخ دیگران یا گفته‌های مذهبی در اتاق‌ها رو دونه دونه بستیم و قفل زدیم و حتی گاهی اون اتاق رو کلاً فراموش کردیم و نهایتاً داریم توی یه خونه متروکه 2 اتاقه زندگی می‌کنیم. یه صفحه کاغذ بذارید جلوتون و اسم تک تک آدم‌های اطرافتون رو روی اون بنویسید و در مورد هر کدوم ویژگی خاصی که در اونها هست و شما رو اذیت میکنه، یعنی بار احساسی داره، جلوی اسم اونها بنویسید. فقط به صفت‌هایی که جلوی اسمها نوشتید توجه کنید. نکته جالب این تمرین اینه که اگه خودتون قبول دارید که وسواسی هستید، صفت وسواس رو در دیگران مورد قضاوت قرار نمیدید. ولی اگه در کودکی کاری رو اشتباه انجام دادید و بهتون برچسب احمق زدن، صفت حماقت براتون بار احساسی داره. پس بار احساسی داشتن رفتار دیگران برای ما نشونه سایه داشتن ما روی اون صفت هست. اما اگر نسبت به رفتاری بی‌تفاوتی، یعنی با اون صفت خودمون کنار اومدیم، البته گاهی هم صفات مثبتی رو که داریم انکار میکنیم و به سایه تبدیلشون میکنیم، پس فرافکنی‌های ما میتونه مثبت یا منفی باشه. پس وقتی از کسی ناراحت میشیم به خاطر جنبه‌های حل نشده وجود خودمون ناراحتیم. یه راه دیگه شناخت سایه اینه که ببینیم به دیگران چه توصیه‌هایی میکنیم، چون اغلب ما مطالبی رو میگیم که خودمون باید بشنویم. توی یه معبد یه مجسمه بزرگ گلی بودا وجود داشته. یه روز به دلیلی تصمیم میگیرن اون رو جابجا کنن. توی راه متوجه ترک‌هایی روی اون میشن. وقتی به ترک‌ها دقت میکنن متوجه پیکره طلایی اون میشن. داستان از این قرار بوده که صدها سال پیش وقتی دشمنان به اون منطقه حمله میکنن، کاهنان معبد تصمیم میگیرن برای محافظت از مجسمه تمام طلای بودا اون رو با گل بپوشونن. ما هم با سایه هامون در اصل میخوایم از خودمون حفاظت کنیم، اما مشکل وقتی پیش میاد که یادمون میره که تمام وجود ما از طلاست و این سایه ها فقط نقاب هایی هستند که باید اونها رو بشناسیم و باهاشون آشتی کنیم. اگه دیدید انسان ها با یک صفت خاص مدام توی زندگیتون میان و میرن، معنیش اینه که اون جنبه از خودتون رو باید بپذیرید